از کلاه زمین شهری کلاه مهربانو پهلوان تا 4 سال پیش قدیمه در باغ گوشت میگیرد بدبخت باز آوردم ای کلاه دلبر نایه رودکی یگان پیلواری داره 100 تومان یک چلی پیلا خانمی بانک بگیره یه درش بخاطری هر دم سودیا میمانا یک تا مایس یا چشماتم جانم خدا یعنی تا بالا جانم یگان ها بده جانم اینگه چی معنا دارد که زنی نامحرمت در ملأ عام چنین صفت بکنی؟ آیا تو را می‌فاره یک مرد بیگانه با خواهر، زن، مادر و دخترت چنین کند؟ خطابم به این دزدنی بیشرم و بی‌حیا این است که مردان خاندان شما مردند یا ناموس و شرفشان گم کردند که پیش راه شما را بگیرند. شما طایفه هستید که فساد و بی‌حیایی را در جامعه پهن کرده. الله سبحانه و تعالی در سوره روم می‌فرماید به سبب آنچه که دست مردمان به عمل آورده است فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا خداوند سزای برخی از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند، مانند زمین لرزه، قحطی، قیمتی، بیکاری، آبخیزی و دیگر بلاها و مصیبت‌ها سببگار آن فسادکاری انسان‌ها در روی زمین است. برادران و خواهران مسلمان و خود بیایید کاری نکنید که آخرتتان برباد دهید.